What a dick! سلام دوستان، امروز اومدیم که بلندترین برج تاریخ بازی ماینکرافت رو نشونتون بدیم. بیشک میتونم بگم بلندترین برج. خیلی انرژی ازم گرفته، خیلی انرژی گذاشتم روی این برج. لایک، ساب، کامنت، شیر فراموش نشه. یه حمایت به داداشتون بکنید تا 1000 نفره بشیم. خب بریم که داشته باشیم بلندترین برج تاریخ بازی ماینکرافت رو. خیلی دارم تکرار میکنم چون خیلی براش وقت گذاشتم، حدود 8 ساعت کامل روش کار کردم تا به این برج رسیدم. این شما و این هم برج رویایی. واقعا برج زیبایی، مسخره نکنید، خیلی برج عالیه. این برج هرچی میره بالاتر پرجزئیات‌تر، بهتر و عالی‌تر میشه. بریم با هم ببینیم این زیبایی این برج. بله، اینجا برج پهن‌تر میشه. اینجا زیبایی‌های برج رو میبینیم. واقعا وقت گذاشتم و ببینیم چقدر اومدیم بالا. فقط خیلیه، واقعا خیلیه. برف هم گرفته. بله، ببینید رسیدیم دیگه به ابرا و از ابرها هم رد کردیم. ببینید کامل مشخصه که اینجا رنگ تغییر میکنه و ببینید مشخصه که از ابرها رد شدیم. اینم دور تا دور برج. فکر نکنید برج تک‌بعدیه، یک طرف است. میریم بالا همینجور و خیلی این برج بلندتر از این چیزاست. هنوز هم میتونیم بریم بالا ببینیم. به به، واقعا چه برج بلندیه. خیلی اومدیم بالا و همینجور هنوز ادامه داره. این برج برجیه که واقعا میتونم بگم بلندترین برج تاریخ ماینکرافته. و بله، رسیدیم به آخر برج. خب چون ادامه ندادم، چون واقعا نمیشد دیگه، این تهش بود، از این بیشتر نمیتونستم چیزی بچینم. ببینید نمیشه چیزی ساخت روش و این کنارش میشه. اینو واسه امتحان گذاشتم و ببینید روش نور خاموش شده، روش نور تاریک شده و دیگه اینجا به بعد نمیشه ادامه داد. بله دوستان، تا اینجا اومدید لایک، ساب، کامنت، شیر فراموش نشه. یه حمایت مشتی بکنید.